درود همدیاران عزیز. روزنامه دوست داشتمان آواز تاجیک که سال آینده 100 ساله می شود. در طول عمر یک عصر خود در کنارش صدها ایجادکاران را به واحه رساند و آنها در آباد نمودن منبر سخن پردازی این اداره با نفوذ سهمی مناسب گذاشتند. کارمندان روزنامه در اصل فدایان ملتند. سال 2023 برای روزنامه آواز تاجیک، برای همکاران ما، برای اداره آواز تاجیک که اونجا بیشتر از 20 نفر مهنت میکنند و قبل مردم گوییم خیلی سال سرحاصل آمد. سرحاصل آمد با کدام معنی؟ و اون معنی که ما از اول سال که قریب 5000 نسخه روزنامه چاپ میکنیم و فکر میکنم خوانندگان ما این را قدر میکند. به توفیل حکومت جمهوری ما با این قدر مقدار میتوانیم گازیت چاپ کنیم. برای همین حالا در اداره که مهنتکشان آن همه روز در هر شماره زحمت میکشند، خادمان ایجادی آن کار میکنند، خادمان تکنیکی آن که در هر شماره حصه خود را میگذارند، به قدر حال یعنی با تا درجه که امکان دارد حالا به اون بها داده شد. از جمله من میتونم بگم که برای آزمون بین‌المللی ملی قلم طلایی از ما سعادت به نظر و اگر مشرف گردیده باشد همین سال باز یک خادم دیگری ما که همچنین برای رسانه‌های دیگر کار میکند احرارف نیز به این مکافات نائل گردید و البته پس از آن به اردن دوستی موفق گردیدن باز یک خادم ما مخبر ما در ولایت فرغانه و اندیجان احرارف. البته این همه باعث سرفرازی ما، باعث افتخار ما و باعث آن است که مردم ما به قدر این روزنامه میرسند و آن البته صاحب خود را دارد و خوانندگان ما از صحیفه های هر روزه هر شماره آن چکیده های این خادمان را میبینند و درست بها میدهند و قدر میکنند. مرسرار احرارف روزنامه نگاری ورزیده، مخبر روزنامه آواز تاجیک در ولایت های اندیجان و فرغانه و همزمان در گزیده جمهوریت تاجیکستان به صفت مخبر در ازبکستان ادای وظیفه می نماید. به نزدیکی در آزمون ملی بین الخلقی قلم طلایی همچون مخبر فعال خارجی از صف غالبان جای گرفته بود. اینک به مناسبت روز خادمان مطبوعات و واسطه های اخباری عاموی با فرمان راهبری دولت عاید مکافات های دولتی تقدیرنمایی یک گروه فدایان ساخه برای 3 ارزندهشان در تعلیم آزادی سخن مطبوعات و حفظ منفعت های ملی در میدان اطلاعات با اردن دوستلیک مکافاتانیده شد. پدرم از زمره آموزگارانی بودند که خیلی شعر و داستان‌های زیاد می‌دانستند و من هم در پیروی به آن کس در سالهای مکتبخوانی و بعداً هم در سالهای دانشجویی کوشش کردم که شعر و داستان‌ها از یاد کنم. امروزها که به واسطه در همین جاده ژورنالیست که گویم فعالیت خود ادامه می‌دهم، باز هم گفتن که در حدیث زگهواره تا گور دانش بجوی. هیچ وقت علم آخر ندارد. حتی کسب و کاری هم که اگر با آن دلبستگی داشته باشی آن هم یعنی یک حد ندارد، باید شب و روز از پی آموزش باشه. من باز تلاش به خرج میدیم که مثلا باز بهتر و خوبتر کار کنم، به جوانان و شاگردان خود نازکی‌های این کسب بیشتر یاد دهم. این یک چیزایی که در ژورنالیست که آدم میبیند از آن جهت هم باز گوارا و گویم برای کس فارم است. بسیار جایها را میبینی، با آدمان گوناگون هم صحبت میشوی، بعضی پهلوهای کاری آنها را بعد یاد میگیری یا که گویم میدانی که اصلا در گوشه خیالت نبود. مرسرار احرارف زادی ناحیه سوخی ولایت فرغانه بوده. سال 1978 فاکولته ژورنالیستی فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. طی سالها در مکتب زادگاهش همچون آموزگار و دیرکتر، سپس در رادیوی آزادی همچون مخبر بیروی تاشکند و بیشکک فعالیت برده است. سال 2015 تقدیر مرسرار احرارف را
به آواز تاجیک پیوست. از همان وقت این جانب صحیفه های روزنامه را با نوشته های جالب آباد می سازد. سر محصول است. او کتابدار است. من میراسرار را همچنین ژورنالیست سطح بین الخلقی میشناسم و در همین ژانرهای ژورنالیستیک توانی قلمرانی دارد، دستی تمام دارد. با کدام ژانری ژورنالیستیک مراجعه نکند کامیاب میگردد و زبان او زبانی بسیار پذیرا است، زبانی عمومی فارسی است. از نوشته های او نه تنها تاجیکان بلکه همزبانان خارجی ما، ایرانی ها و تاجیکان افغانستان نیز بهره میبردند. کتاب او با نام آرزو و ارمان که مقاله های پوبلیسیستی او را در بر میگیرند، از نشریات تاشکند به تب رسید. این کتاب خیلی کتابی پر اهمیت است، از اون جهت که در ساحه ژورنالیستیک من در رسپوبلیکی ما، در عائله یگانه ما و زبان تاجیکی بسیار نشریه ها نشر می شوند. بسیار روزنامه ها از قبیل آواز تاجیک، خاور، آواز سمرقند و دیگر روزنامه ها در مطبوعات، در تلویزیون هم، در رادیو هم همین شعبه های تاجیکی وجود دارد. من فکر میکنم همین مقاله هایی که در اینجا چاپ شدن برای همین ژورنالیستان جوان همچون دستورالعمل خدمت میکنند. شاهد قید است که میراسرار احرارف روزنامه‌نگار نامی و ترجمانی ماهر هم هست. بیشتر از 20 کتاب درسی را از روسی به تاجیکی برگردانده است. این چنین کتاب‌های الفبا و زبان تاجیکی را برای مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان تهیه و تألیف نموده است. ترجمه باز هم ژورنالیست را فقط بای میکند، یعنی مغزی وی بای میکند. من وقتی ترجمه کردم کتاب عبدالله اولانی گلستان ترکیه اخلاق، اونجا اینقدر پند و اخلاق موجود بوده است که دسترس کردن و برای مردم تاجیک تبار، برای جوانها خیلی ضرور دانستم و این کتاب من ترجمه کردم و در تاشکند نشر شد. و کتاب دیگری که ترجمه کردم خیابان دل نام دارد که از مؤلف آن ژورنالیست و شاعر و نویسنده یوسف رسول می باشد و آن در دوشنبه چاپ شد. من که باز منص شاعر خلقی قرقیزستان مر بیجیف را در شکل نظم ترجمه کردم که گویم در شماره اولین مجله دردانه‌های شرق به چاپ رسید. همه این از آن گواهی می‌دهد که یعنی ژورنالیست که یک چیزی نیست که فقط محدود شوی، باید آموزی و در شکل‌های دیگر، یعنی به شکل‌های ادبی هم اگر کس سر و کار داشته باشد. و فکر میکنم که مقاله هاشم گویم خیلی خوب و طبیعی و خانه میبراید. این به نظر من البته اون چیزایی که وی می نویسد البته برای دیگران معقول پذیرایی می شود. من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر کس خواند بیشتر میداند. اینا الکی اصلهای اصل این چیز ثابت شده است. محبت، مهر و استعداد اصیل همیشه و در همه حالت ایجادکار را موفق می‌گرداند و مورد توجه دیگران قرار می‌دهد. ژورنالیست نامی، فرزند فرزانه سوخ میراسرار احرارف، متخلص با میراسرار فرغانی در صحنه زندگی واقعاً غالب آمده است. شعار زندگی او راه زندگی در زیستن است. واقعاً هم استاد میراسرار احرارف توانسته است با همه کشمکش ها زندگی خوبی را سازمان دهد، موقع خود را در جامعه پیدا کند. برای ژورنالیستان یک فکر رودکی را به یاد می بیارم. هر کی نآموخت از گذشت روزگار، نیز نآموزد ز هیچ آموزگار. میراسرار از کودکیشان گرمی از خنکی، خنکی از گرمی، خوبی از بدی، شیرینی از تلخی،
تمام قسم‌های حیات انسانی را در قشراق از سر گذرانده بعد با دانشکده شهر دوشنبه آمدند. در حقیقت ژورنالیست این چنان مهارت را طلب میکند که باید تمام حیات انسانها را باید ژورنالیست از سر خود گذراند، بسیار ادبیات خواند، بسیار حیات انسانها را آموزد، با هر یک انسان الله گفتگو کرده حیات و زندگی وی را پر را شناسیده باید. بنابراین میراسرار از همین خیلی شخصانی هستند که من به حد از همین ژورنالیست مشهور جمهوری ازبکستان که من از که هم سزاوار قلم شدن، هم سزاوار اردن دوستی خلقا شدن، به حد شادم، منتدارم، فخر میکنم. هر وقت که به دهه بیایم حتما به عیادت استاد بیگلی عمرویچ بالطیف میآیم، چون که صحبت با این کس خودش یک ذوق الهیده میبخشد و کس روح و توان میگیرد. برای همین با همه اهل علم و معرفت و گویم ژورنالیستیک و خبرنگاری با این استاد خود خیلی افتخار میکنیم، چون اهل معرفتی که در ناحیه سوخ هستند اکثریت شاگردان استاد بیگلی عمرویچ می باشند. واقعا هم روزنامه‌نگاری کاری پرمشقت است. در این ساحه نام برآوردن کاری آسان نیست، اما میراسرار فرغانی توانست توسط مقاله های خوبش موضوع های آب نرسیده را پیدا کرده توانستنش، درد عموم را همچون درد خیش قبول کردنش در این ساحه نام برآورد، مشهور شد و امروز بین مردم صاحب احترام است. او هر باره از پایتخت کشور به دهش می آید، نه فقط به همدهگانش بلکه با درختان صحن حولیش که زمان خودش شنانیده است گفتگو می کند. من وقتی که به دهه می روم به خانواده خود یعنی به حولی خود همین طبیعت زیبا دیده، من همین درختانی نشو نما کرده ایستاده دیده، باز هم طبعم آلیده و باز هم خوش و خرسند می شوم، چون که ما چندین سال پیش اینجای این زردالوها سیب بود. وقتی که اون نهالها پیر شدن بعد چون انعنه در جایش نهالهای نو شناندیم. من همین نهالها تقریبا 7-8 ساله است که الکی به حاصل در آمده است و نشو و نما یافته و من همین قدر حاصل بسته است. امروز استاد در بحر به آخر و پرگوهر روزنامه‌نگاری شنا دارد و هر زمان دردانه های ارزشناک را پیشکش خواننده خوش ذوق می گرداند. هر یک سخنش پر از جوهر معنی، بیشتر در موضوع دوستی خلقا می نویسد. با آن می فخرم که با میراسرار هر دو در یک وطن به دنیا آمده ایم و در یک وطن مکتب را با هم در یک پرده نشسته خوانده ایم. من با آن می فخرم که پس از ختم مکتب هر دو برابر به شهر دوشنبه رفته و تحصیل کردن شروع نموده ایم و پس از خواندن به صاحب معلومات شدن رفتار و کردار و کار و بار ما همیشه در رفت دوستی و برادری و همدیگر فهمی دوام میکرد. میراسرار یکی از فرزندان عزیز و مهربان و دانای و آدابناک عائله احرار حساب میروند. وقتی که با میراسرار هرگاه از دور و نزدیک گاه میخوردیم یادآوری جوانی و یادآوری گذشت خود را بیان می نمودیم. میراسرار حیات خوبی خود را در جهان قدم گذاشت. او در افغانستان می،
در آلمانیا می، در چکسلواکیا می، در بیشکک می، در کجای نباشد با دوستان مهربان خود دوام میداد و کار میبرد. ما در یک کوچه در بین حولیامون 3 حولی هست بود خلاص از کودکی تا به دوره نورسی و جوانی یک جای بودیم. سبب دیگر در آن است که درباره پدر که ما وقتی سال 2005 کتابی را با نام سنیپیچی تشبه عادف به نشر دادنی بودیم. من به نزد میراسور برای مصلحت کردن رفتم و سخن آخران را درباره این کتاب به میراسور دادم. در آخر سخن میراسور چنین گفته بودند، نوشته بودند که این مجموعه که ما درباره کار و پیکار تشبه عادف به تهیه در آوردیم و از نشر میبراریم، این چیزی آخران نیست. درباره حیات دوره میبده آن کس، دوره بریجنگی آن کس هم شاعران، نویسندگان و قلمکشان بسیار بسیار چیزا می‌نویسند. خود میراسور هم در این باره در همین مدت 18 سال یک چند قصه و شعرهای و رپورتاژهای و دیگر مقاله ها را نوشت و در روزهای نزدیک همان منظومه مگر ما هوشیاری نیستیم نام منظومه را درباره پدر نوشته بودند. چون که این گونه مردان برای خلق ما یک فخر است، یک غرور است. من میخواستم باز هم میراسور از این دیده به مکافات‌های بهترین مملکت ما صاحب شود، از این دیده باز مکافات‌های عالی‌ترین وطن را سزاوار شود. به میراسور سربلندی، تنصیحاتی به اهل عائله‌اش و برای کارخوان. قهرمان لوحه‌مان در عائله زیایان تولد شده است. از این لحاظ والدین هر دو آموزگار بودند و از آوان کودکی به کتاب خواندن شوق و هوس فرزندان را بیدار نمودند. مصلحت‌های پدر و مادر عاید علم و دانش اندوختن شاید عکای میراسرار را به عالم ایجاد وارد کرده باشد. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمان غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. من همین کتاب است که ما علم خود تکمیل میدیم. من همین کتاب است که ما از آدم و عالم خبردار میشویم. من همین کتاب است که سویه دانش و مهارت ما را بلند میبردارد. برای همین من همیشه وقت خالی خود حتما با کتاب و کتابخانه میگذرانم. ژورنالیست میراسرار احرار امروز در حقیقت کامیاب شده است. وقتی خبری با آردن دوستی سزاوار گردیدن او را مردم شنید، مخلصانش همه شاد بودند و گفتند مکافات صاحبش را یافته است، حلالش باد. من از نهیبی خوابی
زان سکنه کردم دو انگشتی دراز آهسته کک آهسته کک کردم دو انگشتی دراز آهسته کک آهسته کک برداشتم برقدی روی ماهی تابان سکنه برداشتم برقدی روی ماهی تابان سکنه در خواب جنبانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد در خواب جنبانیدمش یک نیمی نرگس باز کرد شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک شد برخی همچون مهش زلفش پریشان سکنک گفتا چی داریم مدعا گفتم زلالت بوسه ای گفتا چی داریم مدعا گفتم زلالت بوسه ای گفتا نرنجت خاطرت ای شوخی نادان سکنک گفتا نرنجت خاطرت ای شوخی نادان سکنک گفتا کی حافظ خیزورم بر صوبتی ایوان شاه گفتا کی حافظ خیزورم بر صوبتی ایوان شاه بر شاخان قصه را از یار پنهان سکنه